مثلا دختر میبینم تو خیابون جیغ میکشم فرار میکنم. من جوردم که یا برخط فقط یه مشت دادم به خدا. تولد علیه تولد از اونجا اومدی بیرون اتفاق اسلام که جایی درد میکنه. رفتم اینو رسیدیم به دیوار، علی چسبید به دیوار. اون قسم ازش بکش. جناب خدمت تو رو بازی نمیدی. سلام علیکم. سلام علیکم. چطوره؟ خوش آمده به قسمت ششم. 6 قسمت زنده موندیم، هنوز پادکست بسته نشد. 1 ماه و نیم. 1 ماه و نیم شد ها؟ یک لحظه ریدم اصلا گفتم. آها خیلی زود گذشت. 1 ماه گذشت. 6 قسمت هر هفته قسمت دیگه. از این هفته تا هفته بعدم میریم دکتر، میگیم داشت ام اس دارم تمام شد. علی اصلا حرف نکنیم گوشاشو. حرف نکنیم گوشاشو میخوره گو. یه قاضی سازه چه ادبیاتی داشت؟ نمیدونم چی میخوایم بگیم؟ ولش کن کلا ولش کن. خب آقا یک بحث اصلی همین اول بگیم که گفته باشیم. یه تسلیت ما باید از جانب خودمون به تمام خانواده‌ای که بچه جواناشون اعدام شدن تو این چند روز اخیر متاسفانه. دیگه از یه جای بعد دیگه واقعا چی میشه گفت؟ یعنی دیگه آدم چی بگه دیگه؟ هر روز که پا میشه از این خبرها زیاده. به یه روزی که تموم بشه واقعا این پادکست رو تقدیم می‌کنیم به هم خانواده هاشون هم روحمون عزیزان که مطمئنم الان در بهترین جان. دیگه یه حرومزاده‌ای بود همین چی؟ فکر کنم دیشب پریشب بودش ویدیوش در رفتش که میگرفت دختره، 2 تا دختر بودن داخل خونه، مثلا نمیدونم سر چی بودش، میگرفت کتک میزد با مشت و لگد و اینا. بستگانش بودن؟ نه غریبه بودن، یعنی مثلا خونه شیر آورده بود. غریبه می آورد کتک میزد. آره مثلا یه همچهارتی حالا نمیدونم دوست دخترش بود چی بود، حالا مثلا نمیدونم گرفته زده و پخش کرده بود تو فضای مجازی و بدجور هم میزد. بعد دیگه یه چیزی دیگه خیلی پیگیری کردن از فضای مجازی، مردم رفتن شکایت کردن، اینا پلیس امروز گرفتش. 2 تا تیر به دستش زدن، یکم به پاش. الان تو بیمارستانه. چی؟ داشت فرار می‌کرد. تو خونه یه شاتگان زدن. بعد اصلا نه زدنش، بعد الان تو بیمارستان دست و پاشو بستن اینا. و اومدم گفت آی گو خوردم فلان و حرفا. اون سرهنگ نیرو انتظامی رو دیدم چه میره خلاف قانون میگیره. خیلی گیالیه. اون اومده بود بالا سرش. گفتش بری زندان پدرت درم. چقدر تو حرومزاده ناموس مردم اینجوری میزنی. چون من در حالت عادی نبودم. بعد میگفت حالت عادی بهت نشون میدم وقتی رفتی زندان. ما درست میشن. اینا جاشونه چون تو زندان میگم از اینا خیلی زیاد. آره اینا حقشونه. فیلمشو گرفته برش کرده خیلی که همین این حقشه که تو زندان خیلی هستن. خب دیگه تجاوز اینا خیلی چیزه. مثلا اگه تو زندان ایران خارج از کشور اینجوری که بگی آقا من مثلا به جرم تجاوز اومدم تو زندان، پدر تو که اونجا در میاد خود زندانیا این حقشه تو زندان همون بلا رو سرش بیارن. واقعا این حقشه، واقعا همون کارش میشه احتمال زیاد. کارش میشه. امیدوارم بشه. میشه. ان شاءالله که میشه. خب یکم مودو بخوایم عوض بکنیم توی ماجرا. خوشحالیم بدون ما ویدیو میگیریم. یک سری چرت و پرتایی دیدیم و اومد و بچه‌ها سریع قلاب انداختن رو گرفتن و ویدیو هم تو 1 ساعت اول بیشترین ویو رو در میارم. این معناهایی که در ویدیو هست امیدوارم بگیریم. کلیک بیت دیگه وقتی استفاده میشه معلومه. از اون مهمتر تولد علیه. بس سالونو یکی علی ها این اون گوسفند نه این خدا رو شکر منو نگفت اینو گفت. چند سالت شده عمو؟ خوشگل پسر 22 شم 22 رو الان فوت می‌کنیم. دقیق تاریخ هفته 5/83 هفته مرداد.
هفته 583 چه حسی داری؟ در روز تولد چه حسی داشتی؟ البته دیروز میشد. دیروز واقعا شاید باور نشین چیز خاصی نداشتم. احساس می‌کردم یک سال دیگه گذشت و هیچ گویی نشد. ایول مسیرات امیدی که پخش می‌کنه در اینترنت. ولی هم نشون بدیم نه نه واقعا هیچ حس خاصی نبود دیگه. فعلا از دیروز صندوق گویی. از روز تولدم درگیر یه بیماری دیگه ان شاءالله که بخیر بگذره. چیزی نیست. از اون بیماری همیشگی که میای میگیری و میری. آره دیگه. من فکر کنم آجی دیگه انقدر همه بیماری‌ها رو گرفتم خوب شدم دیگه هیچ بیماری نیست. یالت پادتن همه رو داری تو بدنت. آره دیگه میگن آره دیگه اصلش اینه میگن آقا یه بار که مثلا یه مریضی رو میگیری دیگه بدنت عادت کرده به اون واکسن بیماری. اصلا همینه دیگه. و دیگه فکر نکنم دیگه یه چیز فکر نمی‌کنم روالش اینجوری بدنت انگار یه بار آشنایی داره به اون بیماری دفعه دوم میدونی سرماخوردگی مثلا ویروس تو آنفولانزا الان کرونا بگیری دیگه میمیری. تو شما داداش شما ویروس راست میگه. MS و نمیدونم سرطان علاج و خوب دیگه نمیدونم چیه که اونا دیگه اونجوری کار نمی‌کنه درمانه داشت خوب نمیشی. فهمیدی؟ الکی امید نداشته باش. آخرته بابا آخراته با لذت. لذت. یک سورپرایز هم ما کردیم. سورپرایز هم ما کردیم چی؟ سورپرایز هم ما علی کردیم. یک سورپرایز هم علی رو در حالت بدترین حالت ممکن ازش سورپرایز داشت یه کارایی میکرد. انشالله که رفتیم ویدیوش بالا پخش سرش. نمیشه. همین الان الان می‌بینی. می‌بینی ویدیو. روشن کن دیگه. همین جای برا. بادی نمیاد. او مشعله تو داشتی. تولد لو خوده انگار. ما نمیدونیم کجا داشت چیکار داشتی میکردی؟ ببر ما یه مرا بگی فوتش هم بکنم همینجا مرد تو یاد داره سه بچخون ببینن این چی نوشته روش مرد من دوستم من احساس میکنم یه دختری رو واسه من گرفتین چیه؟ آره 3 2 1 جا خب بریم کاراشو بکنیم. آقا این کیکو چیز کن یه چاقو بزن یه قاچی یکی بزن وقتی تو قاچو بزن بعد من اوکیش میخوای دوباره روشن دوستان گذاشتن مرد من نمیدونم یعنی چی؟ دوباره آرزو کنه آرزو کردی؟ سخت. البته فوت کرد اونجا آرزو نکردی. چرا آرزو هم آرزو کرد کردم آرزو کردی؟ خب آرزو دنگ مشخصش نه نیست کسی نه این که چیز نیستش خب ارتفاع بده پخش نیست. خب یکی تا وقتی کاراشو بکنه به نظرم تو قاچو بزن یک تا 10 بشمریم قاچو بزنه و بعد من اینور اوکیش کنم که صحبت خب خاصی بیا. میکنه 10 9 8 یکاش این چهار 7 نمی‌کنه. 6 5 4 3 2 1 به به داشت داداش، چاقو رو خیلی باید خوب. یکم عقب‌تر می‌گرفتی که با قسمت تیزش خوش کوچولو با دستش اینجوری داشت فشار برای ما یکی او رو نصف کن خوب بابا اوی هم یک راستر بابا به کی سپرده من کیک تا بابا آدم چاقال بابا کیک همین رو بده ما این رو بده ما خوب بخور دیگه کامل بخور دیگه باز یک دونه پله فقط از یکی تو میمونه خب یه پله زیرش هم هست دیگه باشه 3 نفر دیگه اصلا عجله نکنین عجله میزه کارو میزه. شکل پله زیرش چی نداری نه سرویس خشک خالی میمونه ما بخوری دیگه اونه پوست ما تو نگه داری برای یک خوشمونه خیلی خوب یه دونه بوز دارم برو صف کیو به نظرم که کیکو اصلا من دیگه این بحث ادامه ندیم بیا نه من منتظر ارزش اونم بدم همونو برام اینو برو اونو بالا بزن. نه خیلی خوشمزه نه دست دارم کن بچه من هستم صف کن اینو ما اینجا آجی یه اینو گفت حسین بیا. یه چیز اینو بده بگم چیه تعریف کن پیش شبستانی که بودیم ما یه جشنی داشتیم مراسمی داشتیم من اصلا گفتیم که آقا میخوایم این پادکست خاطرات 2
خاطرات دو. اوه منم نمیدونستم. خاطرات دو قراره هم قضیه آشنایی فعلا آشنایی من و علی مشخص، آشنایی این دوتا مشخصه، باز این دوتا گروه به هم رسیدنش مشخص نشد. خوشمزه. دعوای من و محمد. آفرین اینم قراره بگیم. انگار آنچه خواهید دید. اون رفیقمون که تو ویدیو پرسیدن کی بود که باهاش قطع ارتباط کردین رو می‌خوایم بگیم و اینکه این دوتا یه دعوای کردن حسین اینو برد بیمار یه جوری زد این رفت بیمارستان. اینم می‌خوایم بگیم پس حتما هم یه لایک سابسکرایب فراموش نشه. برید اون پایین داخل دیسکریپشن. چقدر ریاکشن فیکی نسبت به کیکی نشون دادی. من برای چی مگه بعد موقعی که تو گفتی خوب نیست. خیلی خوشمزه. اگه محمد قبلا این کیکر تست کرده وسط کال تو اکشن ما رو خراب کردن. کال تو اکشن داشتم میگفتم لایک و سابسکرایب فراموش نشه، حتما زنگوله روشن بکنید. داخل کپشن هم لینک تلگرام اینستاگرام هست، برید فالو بکنید، مثلا تلگرام که اونجا یه گپی داریم، یعنی وارد کانالمون که شدین از اون بالا رفت اصلا بیرون هست. اون بالا سمت راستش بزنید روی انگار عکسمون که باز بشه، تنظیمات چنل، گپ وارد گپ بشید و اونجا صحبت میکنیم و داستان میگیم و خیلی اصلا که آمدی یه همه رفت دوربین یه خط و بس بکن مشتی. بعد اینو حسین گفتش کیک و اینا بدیم منم میخوام فلان. من یه خاطره یادم اومد پیش دبستانی از این مراسمایی بودش که نمیدونم تا حالا داشتین یا نه. تو پیش دبستانی نمیدونم اسمش چی بود، به چه مناسبتی بود، لباس تو پیش دبستان جشن تکلیف داده زن گرفتی شما مگه زن بگیری جشن تکلیف میتونی زن بگیری بعد جشن تکلیف ببرد اینجوری با ما گفتن منتظر بودم جشن تکلیف ما بگیرن. و لباسای مختلفی میوه مختلف تنمون کردن، حالا نمیدونم به چه میوه‌های مختلف، یکی انار شده بود، یکی هندوانه شده بود، یکی سیب شده بود. بچه بودیم پیش دبستانی ما انار شده بودم علی کیویه فهمیدیم موزم میشه موز حسین هیچ وقت علی بادمجون بچه دلتان نخدا دلتان نخدا. ما رو بردن سالن تئاتر، خیلی سالنش هم بزرگ بود، یادم نمیاد کدوم سالن بود، خیلی بچه بودیم پیش دبستان دیگه بودم، میشه گفت 6 سال. بعد ما رو آوردن رو سن که مثلا ما یه آهنگی بود با هم دیگه تدارک دیده بودیم مثلا ما بخونیم، هر کی یه بخش خودش داشت. بعدش این من اومدم رو سن، اومدم دنبال ماما میگشتم و یه چشم خورد دیدم مثلا پذیرایی کرده مثلا میوه و کیک و شیرینی و اینا. حاجی من نگذاشتم نروشتم مراسم و گند زدم توش، میکروفون برداشتم گفتم واسه منم نگهت. بعد رفتیم پشت اون معلمه، رفتیم پشت معلمه بعد تو گپ میگین این مظلومه. بعد رفتیم پشت اون معلمه خانم یادم رفتم خیلی بچه بودن و هر جام هستن امیدوارم که سالم و سلامت باشن. جزو بهترین آدمی بودش که من تو زندگی دیدم، شاید هم دلسوز بود، ولی خب دیگه اون روز یه حرکتی انجام دادیم ما گوش ما بد پیش خورده و دهن سرویس تا یک ساعتی مسخره شد. اومدم بیرون مردم مثلا مامان بابا منو میدیدن اشاره میکنن این یه عمونه، گفتم اون بابات بیشرف. گفتی معلم گفتی معلم مهدودک شده سالم باشن فلان اینا. یه من معلم مهدودک داشتم رها جون صداش می‌کردیم، خیلی معلم دلسوز مهربون، خیلی مثلا خیلی آدم باحالی بود. بعد تقریبا یه 6-7 سال پیش فکر کنم چون دوست خالم بود 6-7 سال پیش فهمیدم که سرطان گرفت مرد. بعد جوونم بود، خیلی جوون بود، یعنی اون موقعی که معلم ما بود مثلا تازه شروع به کار کرده بود فکر کنم. اینو گفتی یاد اون افتادم درسیز مثلا حالم خراب شد. نه گفتی حالا ما رو خراب کردی. من پیش دبستانی نرفتم و پیش مهد بودم اینا خوبه چی راد دادم مدرسه رفتم مدرسه راه دادن که پیش دبستانی اختیاریه، فقط میری که مثلا تو دبستان که میری مثل اسکولا تو کلاس کسی گریه میکنه نباشی. ها دیگه من به همین مثل سگ داشت گریه میکرد. اینو گفتی حالا که از اونجا شروع کردیم بذاریم بگم بذار باش بخوریم. خب این نمیخوریم که نخ شد خراب شد. خب گفتیم از معلمای دبستان و پیش دبستانی گفتیم. من یاد چیز افتادم، ما یک معلم سال اول
الان هرچی فکر میکنم یک چیزی دوستی بود، انگار فامیلش، نمیدونم فلان دوستی یه همچین فامیلی داشت. بعد ما اینو طرف رو ببین ترکوندیمش دیگه، انقدر کلاس سم میداشتیم و اذیت میکردیم و اینا. بعد سال بعدش یارو نبود. بعد یک معلم دیگه، انگار سال دوم بود، باز یک معلم دیگه بود واسمون اومده بود تو کلاس، یکم داشتیم اذیت می‌کردیم اینو. یه اومد شروع کرد صحبت کردن که مثلا یک چیز قانع کننده بده که مثلا ما آروم بشیم. گفتش که بچه‌ها ببینید سال پیش یه سری بچه‌های خیلی بد بودن، یه کاری کردن، معلم فلان از مدرسه مثلا رفت، یه کاری نکنیم مثلا شما هم بیرون کنید. بعد ما همیشه نگاه می‌کردیم اون کسی که بیرونه چه خودمون بوده به ما میگه اینو محمد گفت ما کلاس سوم دبستان یکی بود همون سال تازه اومده بود تو مدرسه ما خب که انگار تدریس بکنه و اینا. خیلی قرقرو جیغ جیغو از اونایی که اوی من حوصله ندارم تو رو خدا ساکت چین و فلانی. خانم زاره و جین اومد همون سال جمع بعد هم میدیم همون سال یه کاری کردیم ما انقدر گریش در اومد وسط سال. قشنگ اینو یادم قشنگ وسط سال وسط سوم دبستان گریه کرد، آرایشش به هم ریخت، رفت از کلاس بیرون. یه مدیر اومد گفت خجالت نمیکشی شما هنوز کلاس سوم دبستانی؟ آبا این بنده خدا رو گریهش نبوده اومده تو دفتر داره گریه میکنه زاری فرن. بعد ما اینجا دیدیم میخندیدیم. این رفت از مدرسه نامه سومش گذاشت رفت و همون سال وسط کلاس سوم یه معلم دیگه واسمون فرستادن. ولی خب اون مرد بود و چقدر سگی بود یه کاری کرد همون برای شما خوب بود احساس درس زندگی گرفتن اونجا همتون. اونجا داداش دیگه نتونستیم از سال سوم دبستان لذت کافی رو ببریم. ما اصلا خاطر اینجوری نداریم آجی. من تو گریه کردی فقط توی دبستان و اینا مثلا معلم و اینجوری به چیز بکشیم به چی میگن به سیبیل میگن بکشیم. نه آخه ما معلممون با معلم اینو فرق داشت. ما آخه دبستان خانم بودیم میگه ولی خانمای همون دیگه میگه معلم کلاس سومشون مثلا آرایش کرده مثلا گریه که آرایش بود. ما معلمون پیر بودن. خانومه میومد اصلا میدیدی میری دیگه. من کلاس اول دوم پیر بودن، کلاس سوم جوان بود، چهارم هم جوان بود، واسه که پنجم بعد همه مرد دست بزن. همه معلمام یه جوری خانوما یه جوری بودن با آقایون فرق خاصی نمی‌کردن. فقط یک پشت سیبیلش مثلا کم‌تر بود. ما معلممون دقیقاً یکی از کاراکترهای معروف سینما مثلا میتونم باش مقایسه کنم. معلم سال سوم که گفتی تو یه خانومه بود، خانم توکلی، الان یادم کی دردسر عظیمو دیده؟ من دیدم ولی بازیگراش یادم نمیاد. من دیدم. اون خانومه رو می‌خوای بگی مادره؟ مامان دختره. مامان انگار پیش بود الناز حبیبی اگه شما نکنم شهره لرستانی بود خانومه. فکر کنم میشناسم. آره نه بابا شهره لرستانی سه نه بابا شهره لرستانی که دیگه خانوم نیست. همون اون بازی نمیکنه تو اون فیلم. نه اون یکی دیگه صورتش گرد بود تو. آره توپله. این داره به من میگه که 30 بار دیدم. الان اسمشون رو میگم اصلا. تا موقع بگو ادامه رفته بزن. نه میگم دقیقاً همین بود. این رفتارش همین بود. دقیقاً همون اگه اون سریال رو شما دیده باشین اون مامانه دقیقاً معلم ما همون بود. دقیقاً. ما معلم همه همونجوری بود. اصلا من یادمه بیا تو موقع تو سش کنم حرفم بزن. فیلترم قد. جم. بعد من یادمه کلاس اول که وارد مدرسه شدم انقدر من بچگیام شر رو شروع بودم پیش فعال سنگین. یعنی مثلا من یادم پیش دبستانی میرفتم پیش دبستانی وارد مثلا محیط میشدم کله سو اینجوری بودم که دخترها رو میدم مثلا من روم نمیشه نزدیک دختر برم مثلا اونجا میرفتم چی داری میگی چی میخوای تعریف کنی علی مثلا یه دقیقه کار بزنی مثلا تعریف کنی شماره خونه‌تون رو بده مثلا اینجوری پر رو بودم. بعد مثلا الان بچه‌ها من اینقدر مثلا دختر میبینم تو خیابون جیغ میکشم فرار میکنم اینجوریم ولی جیغ میکشم فرار. اسمش چیه؟ خانم مریم سعادت. مریم سعادت مشو گفتم
و من این قشنگ یادم اینجوری بودم کلاس اول رفتم و هنوز تخص بودم، یعنی قشنگ یادم جشن بود اومده بودیم مثلا ورد مدرسه شده بودی جشن گرفته بودن کل کلاس مثلا بادکنک و اینا گذاشته بودن. من یه پونز از رو زمین برداشتم آجی اینو پرتاب کردم سمت بادکنکی من نشد تو ترکیدی من آورد گوشم پیچوند از کلاس انداخت بیرون. پیرم بودم اون زمان فکر کنم 60 سالش بود معلممون اون زمان. آجی من گوشم پیچوند انداخت بیرون. روز بعد اومدم آجی من نشسته بودم این جلوی آجی داشت مثلا خیلی جدی با درس گوش می‌داد یکی خوابوندم پس گردنش دوباره من گرفتن از کلاس پرت کردم. روز سوم یعنی این قشنگ پشت سرم اتفاق افتاد. روز سوم یه دونه توپ بیسبال برداشته بودم آورده بودم مرزاش همینجوری می‌زدم رو زمین. این معلم داشت درس میداد. بیش فعالی خاصی خیلی سنگین. مار بیش فعال نیست دیگه. پشت سگ تخم سگ بوده. پشت سگ تخم سگ. باشا تخم از بیش فعالی گذشته دیگه. این توپ بیسبال رو من برداشتم قشنگ یادمه. یکی بغل پنجره نشسته بود من اینو آوردم بزنم پس گردن این رفیقم بود با هم توی پیش دبستان بودیم. من اینو اومدم بزنم به این یهو یا من بزدم یا خطا رفت حالا هر چی بود خورد به شیشه پنجره. ما هم طبقه سوم بود. منو فرستادن جای مشاور روانشناس به خاطر پیش‌فعالی به شدت زیاد و خیلی عجیب بود. نمیدونم واقعا با من چیکار کرد. یعنی تو اونجا کسی نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسط میفته. یه کاری کرد یعنی قشنگ یه چند تا پازل بود اومد گفت اینا رو کن. باشه اومدم بیرون اصلا عوض شدم. یعنی مثلا روز بعد رفتم مثلا یه گوشه نشسته اون واژی داشت فقط گوش میدادم. اصلا خیلی عجیب گوشیاری داشتی وقتی داشت با صحبت می‌کرد. دوست ندارم به ادامه از اونجا اومدی بیرون اتفاق اسلم که جایی درد میکنه. میتونستی راه بری درست؟ همه چوگه بود. شاید بیماری کلو همین خواستم بگم از اون جای برای یهو با یک کلاس فکر نکنم خودت واقعا همچین اتفاقی افتاد و واقعا عجیب بود. یعنی بابام مثلا اینجوری تو خونه مثلا من از دیوار راست بالا میرفتم تو خونه آروم شده بودم و بابام میگفت چی کارت کردی؟ تروما زده شده خاطر کارهایی که کرده ازشو پاک کرده. اصلا خیلی عجیب بود. ولی خب حالا جدا از اینا بپردازیم به جای دیگه. اول بریم سمت این دوتا یا خودمون چیکار کنیم؟ آشنایی یا بی احساس می‌کنم دعوای شما آشنایی که گفتیم دعوای یک ساله. آشنایی رو بذار بگیم. نه آشنایی نگفتیم. آشنایی ها خودمون چهار تا تو با ما دو تا با اینا و ما شما دو تا. اول تو بگو که باز برسیم. خب تو از زاویه خود بگو. از زاویه خودم بگم. احساس کنم از زاویه خود تو رو نشیدم. چرا برعکس شنیدی؟ همه فوش آجی. نه برعکس با تو اینجوری بود بیشتر. پادکست قبلی تو سن چه لاغر شدی الان دقت می‌کنم. کاری نکردم. خوراک لوبیا زور خورده اومد لیستش خالی کرد اینجا. کاری نکردم. من همینجور که اگه اون پادکست جبلی رو دیدین به قولی میگفتم که شخصیتم مثلا چجوریه تو ارتباط برقرار کردم با آدمای جدید. همینجوری بودم که مثلا نمیرفتم مثلا بگم مثلا بیا دوست شیم و نمیدونم فلان. انتظار داشت طرف روبرو بیاد و این کاملا در این ماجرا وجود داشت. الان بهتون میگم چجوری بود اصلا داستان. ما تقریبا شاید بگم یه ماه دو ماه شاید یکم بیشتر اومده بودیم این خونه، اون خونه‌ای که انگار از اونجا بعد با اینا آشنا شدم. مثلا دیدم صدای توپ بازی و اینا میاد، به قولی فوتبال داشتن بازی می‌کردن تو کوچه. همون پارک مثلثی بچه‌ها. مثلث برمودا رو شما در نظر بگیرید، مثلث تاریخی آشنایی ما اینا، اون مثلث پارک خونه ما. اتفاقات سم هم تو همون میفته. ما مثلا پشت سیستمم پنجره اتاقم به سمت همون پارک است. صدای خیلی مختلفی میاد، مثلا دزدیده شدن، قتل، صدای جیغ بچه، جیغ مرد، جیغ زن. بعد ما مثلا 3-4 شب رفتیم اون پایین غذا خوردیم هاشی. اصلا واقعا امنیت در حالتی که امنیت نداره امنیت داره، یه چیز عجیبه. یه امنیت واقعی داره. بعد من دیدم این صدا میاد و به شدت، خب من همیشه خیلی به فوتبال اینا علاقه داشتم، دوست داشتم برم مثلا فوتبال بازی کنم، ولی خب شعور و آقا اعتماد به نفس کاذبی که داشتم انتظار داشت بقیه بگن تو رو خدا با ما بازی کن. نه حالا اونجوری مثلا فقط بگی بیا بازی. چه دقیقاً همونجوری خدا همونجوری من رفتم فکر کنم توپم داشتم، توپم برداشتم
من اینو یادم من تا مدت ها اون توپ خسته تو یادم تیکه پاره اون یکی تره اونم تمامش پشت صحبت چقدر میتونی حالا بگو من توپم برداشتم رفتم پایین و نرفتم آقا بگم آقا با هم بازی کنیم. داخل اون پارک مثلثی رفتم، اینا اون در کنار پارک مثلثی داشتن بازی میکردن، همینجوری با توپ رفتم نشستم. من نیمکت واقعا رو به ما اینجاش یادم نیست، بگو من اون لحظه آخر رو یادم بابا من یادم من کامل وسط بازی که نگاه کنی یکی اینجوری واسه حالا بذار بگم میز انگار صندلیاش هم مثلا دو بخشی بود، یه بخش پایین داره یه بخش پشتی داره، انگار بینش هم فاصله از گوشه به هم وصله. من مثلا نشسته بودم پامو از توی اون داره برعکس نشسته بودم به سمت اینا که دارم بازی میکنم، توپم همینجوری کنارم نشستم. چقدر این آدمه هم نشی خودش نرفته بگه من چه بازی کنیم. اینا چقدر داشته بودن که من 1 ساعت نشستم اونجا و هیچ کی به من نگفت بیا بازی کنیم. آخرش رفتم خونه‌شون و من ناراحت رفتم اینو یادم نمیاد چی ما فکر کنم یه دفعه بود اون روز آخر فقط یادم یه چیز بود که دفعات قبلش یادم بعد نمیدونستم من یه روز کامل فقط یه دفعه کامل نه آخرای بازیش بود، مثلا شاید بگم نیم ساعت اینا نشستم مثلا. بعد اینو رفتن ما هم گفتیم ریدم در ترکیب ما کامل نبود نمیدونم چرا خیلی حتما احساس حتما تو بازی بودیم خیلی جدی بود. نبودیم که بقیه رو راه ندیم. نه ما اصلا متوجه حضورش نشده بودیم مثلا ما خیلی بچه‌های برایی بودیم. نه ما یادمه ما همیشه فوتبال بازی می‌کردیم تو کوچه‌مون، فقط هم محلی خودمون مثلا یکی از کوچه دیگه جدید میومد یک هفته بعد مثلا میومد نگاه می‌کرد تا آدم میشد بعد وارد میشد. خلاصه بعد من حالا با یکی از اون کسایی که داشت اونجا بازی میکرد یک جا دیگه یک آشنایی ایجاد شد که الان دیگه نیست بینمون، نه اینکه مرده باشه دیگه نیست. کی؟ چرا؟ مهدی دیگه. مهدی خب بعد به قولی دوباره گذشت یک چند روزی فکر کنم یا فرداش یا یک چند روز فکر کنم فرداش بود، دوباره دیدم بچه‌ها صدام و من واقعا اینجوری نبودم که بگم منو نیاوردن پس نرم، چون فوتبال دوست داشتم رفتم دوباره. من ذوق داشت و نرفتم دوباره بگم آقا دفعه بازی کنم. دوباره رفتم با توپم تو همون صندلی نشست. همینجوری نشسته بود. یک بچه‌ای که با کسی کار نداره. بعد یکم که گذشت دیدم که داره میاد سمت. خوشحال شدم. بعدم نه توپشون افتاد. نه اومد گفت جناب من تو رو بازی نمیدیم. همینجوری توپو برداشت. خداحافظ. توپ تو رو برداشت. بعد اومد گفت اگه دوست داری بازی کنیم و دیگه من اومدم دیگه. بذار اینم بگم چه جالب شد، دقیقاً 3 روز پشت سر هم بود دیگه. اومدم بازی کردم و بازی تموم شد رفتم خونه، ولی هیچ راه ارتباطی با هم دیگه برقرار نکردیم که مثلا حالا دفعه بعد که خواستیم بیاین مثلا با من هماهنگ کنیم. دوباره فرداش این دفعه دیگه نذاشتم شما بیاین، خودم رفتم پایین. رفتم اون زودتر توپو برداشتم دوباره بغل رفتم پایین رو صندلی نشست. اون روز ما نیومد یه نیم ساعت نشستم همون کسی که گفتم با من آشنایی از دیگه از پنجره طبقه 4 من بود، گفت سلام تو نشستی؟ اینو گفتم آره. گفت امروز نمیای. گفتم ایوان لعنت گرم یه همینجوری توپو گرفتم و رفتم دوباره بالا. چقدر محمد زایه شده. خلاصه اصلا نمیتونم بگم فقط جز این که اون لحظه‌ای که محمد رو اون صندلی نشسته و اومد جلو دیگه بازیگریم هیچ یادم نمیاد. آره دیگه دفعه بعد دوباره سرینم رفتم پایین و دیگه این دفعه چون آشنا بودیم بازی کردیم و دیگه از همینجا شروع شد دیگه. یک شماره خونمون رو گرفتیم، حسین حالا اون تایم زودتر گوشی داشت. چه لارجی بود این همیشه لارجی فقط از تنگا رو داره. برو الان هم لارج بود با دوست دخترش صحبت میکرد. چی داشت؟ سونی اریکسون سونی اریکسون داشت یادمه. ما بچه بودیم یه نوکیا داشت یه زیر تریلی میرفت آخ نمون گفتی اونم بابام داشت فقط.
دیگه اینجوری دیگه ارتباط ما اینجوری شکل گرفت. حالا شما زاویه دیدتون من میگم من فقط اون لحظه ای که یا اون روزی که یادمه تو اون صندلی روبرو خونتون نشسته بودی، اول اونجا نشسته بودی، بعد اومدی رو صندلی که جام جمعه گیم نشستی، بعد گفتیم بیا بازی کنیم اینا همین. تموم شد. بعد اصلا یادش ما که یهو بهش نگفتیم بیا بازی کن. من یادم من بازم نگفتم، اصلا نفهمیده بودم. از وقت دوباره مهدی اومد ما رو کشید کنار، گفت آقا اینو من میشناسم بیام بازی کنیم فلان. اینو گفتم خب که بیاد بازی واسه مهدی تو اومد برای همین گفتم که یکی بود که منو میشناخت. حالا هر جا هستی صحیح سالم سلامت باشی، ارتباطی نداریم دیگه. رفتش یا نه دعوا کردی؟ یهو دیگه وجود نداشت. نمیدونم ولی فکر کنم کدورتی پیش اومد. من فکر کنم کدورتی پیش اومد. ولی خونه‌شون هنوز همونجاست، چون یکی دو بار رد میشه دیدمش. ناموسا دیگه نمیدونم دیگه فاصله آخه میدونی اون فاصله سنیش هم بیشتر بود. آره اون بزرگتر. من فکر کنم سنت من فکر کنم یکی دو سال بزرگتر بود از ما. 3 سال بیشتر از من. کم 3 سال شد دیگه اینجوریه دیگه. آره بعدش دیگه خونه هم دیگه رفتیم و بعدش کسافتکاری الان شروع شد. دیگه کثافتکاری. این کسافتکاریای دیگه شروع شد که من که نمیذارم. واقعا این دیگه این کسافتکاری‌ها مثلا شاید 50 کی 100 کی روزی اگه برسه، چون خیلی ضایع است. یعنی این بذار یک پیش تولیدی بدم من. آقا اینجوری داریم صحبت می‌کنیم شاید مردم ذهن‌های کثیفی داشته باشن. توضیح بده. توضیح بده. ما تو یوتیوب دیگه نمیشه آپلود کنیم. توضیح بده. چند سالمون بود؟ میخوام به میلادی ببینم. تو بعد بگیری مثلا 2000 همین حدس میخوام بزنم 2015 14 اینا بوده. یعنی بوده 14 فکر نکنم 12 سالتون بوده دیگه یا نه 12 سال دیگه نگاه من کلاس 4 با تو آشنا شدم که یعنی 10 سالم بوده. اون ویدیو که این شب گوریله 11 سالم بود. اون ویدیو که این دقیقاً داشت تو اونا رو فکر کنم ندیدی. محمد نشون داده چند تاشو خیلی بالا پشت بوم خونه. نه داداش قبل از خیلی اون قبل‌تر از اون. یا ابوالفضل چیه اصلا نمیدونم وجود داره یه ادیتوری هم از محمد حسین همون نمیدونم از سن 12 سالگی که ما کانتنت داشتیم تولید می‌کردیم فقط جایی نبود آپلود. بیتریس مثلا تو دیوار آجیم یه دونه تبلت محمد داشت، تبلت سفیدم بود قشنگ لنوو بود. کیفیت تصویر اون آجی الان با دوربین الان که اصلا اون چیزی که محمد ادیت زده 144 پیه. بعد همین حد بگم مثلا من ادیت میکردم بعد خروجی که میگرفتم این چیز گنده وسط بشه واندرشر ادیتور فلان. بعد یهو فهمیدم که میتونی کرک بکنی و یهو رفت خیلی خوشحال شدم. وقتی با کرک اینقدر یعنی قدیمی بودم مثلا واسه یعنی حدودا اگه من لارج هم میکنه تبلت رو که دیگه یادته دیگه. نه شما دوتا کلا لارج این همیشه توی لول بالاتر از من بوده. برا چرت و پرت. این به این محمد بی‌نهایت وصله. آره اصلا که تو مثل سیم کارت دادن به تو یعنی خودش توی لول سیم کارت ما داداشون بود داده بود ما ما با خانواده‌مون گفتیم گوشی می‌خوایم یک می‌خوایم بندازیم گوشی ما غلط کردی سنت نرسیده بچه. این از آشنایی ما. حالا آشنایی تو من اینو خودم هم نمیدونم. من اول فکر کنم بعد آشنا شدم. من محمد که بودیم آره شما ولی میدونی از کجا آقا به دعوا هم راستی وسطش میشه. بگو قضیه از جای شروع شد که من و محمد خب با هم دیگه هم کلاسی بودیم دیگه. سال هفتم ما با هم تموم کردیم. رابطمون در حد فقط مدرسه بود. حالا مثلا بیرون خونه هم دیگه میرفتیم مثلا فیفا بازی میکردیم اینا. ولی واز یه لول دیگه نزدیکترش هشتم بود که محمد اومد گفت هشتم نه نهم، یعنی این قضیه تا نهم نرفت جلو. ما تا کلاس نهم که با محمد بودیم در حدی بودش که شماره همو داشتیم، با هم تکالیف حل می‌کردیم، مدرسه میگفتیم میخندیدیم، اردو با هم میرفتیم، خونه هم دیگه میرفتیم، هفته یه بار دو بار میرفتیم و این قضیه تموم شد. کلاس نهم محمد اومد اینجوری که حاجی فورتنایت بریز بازی کنیم. بعد من گفتم حاجی فورتنایت چی و اینا. من گفت حاجی آنلاین بازی می‌کنی یه بازی خفنی حاجی فورتنایت وسط صحبت فورتنایت اینجوری باز از کجا رسید. فورتنایت عادل پسرخاله من تهران زندگی می‌کردن. این عادل اولین نفر عید به عید میومد مشهد، این تو فلش ریخته بود نصب آورده بود. من فورتنایت اونجا باز چند هفته بعدش من به من گفتم داداش این باحال داشتیم بازی کنیم. باز من به تو گفتم اینجوری رسید. اصلا من گفتم حاجی یه بازی از فورتنایت گفتم چی
این آجی رفتم گفتم این دیگه چه بازی آجی دارن دیوار میسازن برای بازی اومد رو پلی استیشن ریختم رو پلی استیشن و ما رفتیم محمد منو اینوایت داد حسین تو لابی بود اسم اون زمانش هم ولف حسین قدیمی حسین خیلی قدیمی یعنی اون رو اگر هنوز بشه پیدا کرد خیلی زیر خاکیه دیگه منم یادت چی بودم محمد یه چیز بود محمد قبل مستر کورتکس یه چیز دیگه داشت جیچ محمد جیچ داشت یه محمد جیچ محمد جیچ هم بود یه قبل اون هم یه چیزی نه اون PS4 بود بعد شده محمد واکر محمد واکر آجی اصلا یاد نمیاد عکس پروفایل من ریپابلیک آف گیمرز ایسوس گذاشته بودم داداش مثلا خیلی زیر خاکیه اینا خیلی زیر خاکیه ما داریم در چند سال پیش 2017 دیگه فورتنایت اومده فکر کنم ما 2018 استارت کردیم یک سال دیرتر از این چون سیزن یکی چون من یادم 8 سال گذشت 8 سال عالی شد 8 سال پیش خلاصه ما رفتیم تو فورتنایت و حسین هم بود و انقدر با هم بازی می‌کردیم مثلا ما بازی می‌کردیم می‌رفتیم تا 4 صبح کریتیو می‌رفتیم یه حسین هم بازیش خوب بود ما رو این سر می‌زد حالا من می‌خوام یه چیزی این وسط بگم اولین دفعاتی که تازه آقا من علی رو آورده بود مثلا گفت شما یه رفیق دارم بیاد بازی کنیم گفتم اوکی بیا بازی کنیم و فلان نمیدونم فکر کنم یکی دو بار اول که با هم بازی کردیم وایس هم نداشتی صحبت نمی‌کردی وایس نداشتم یا من نمی‌تونستم گوش بدم یه 3-4 روز اول وایس نداشتم برفتم یه هندزفری میکروفون دار میگم یه 3-4 روزی بود ولی صحبت نمی‌کرد آره. بعد من با محمد حسابی گفتم وای چه نوب سگی برداشتی آوردی چه من حالا بازی بتل نمی‌تونه بزنه نکرده بودم حتی پابجی هیچی اولین بازی فورتنایت بود و همون رفتم داخل حسین این هودو همه رو میزد و من اینجوری بودم بیلد با کدومه هنوز دکمه‌مو ست نکرده بودم پیاده میرفتم بچه‌ها میرفتم بالا الان گفتی یاد اون چیز افتادم کامپیوتره که روش داشتی بازی می‌کردی فورتنایت و اون اون مانیتوره اصلا من رو مانیتوره اونا رو فورتنایت رو میذاشتیم این کامپیوتر شد من هیچ ذهنیتی از این که حسین داره باشه یوز می‌کنه نداشتم یوی من و محمد مردیم من گفتم ای بدبخت شو فرق من محمد اینجوری کرد حاجی حسین کامپیوتر زغالیه گفتم پس باختیم گفت ولی نه حاجی خیلی خوب میزنه گفتم داره با چرا پی اس بازی می‌کنه گفت پی اس گفتم دادا چجوری میشه اصلا انمیو دور رو نمیدیدیم خدا شاهده بعضی از مپ از یه بعد لود نمیشد یعنی میدونستم یکی اونجا می‌خواستم بزنم بچه‌ها حمله کنید نزدیکتر من ببینم یعنی استارتش میکردن نمیفهمید از کجا خورد فاصله دور ما نداشت فقط نبرد تم بدن فکر کنم میشه گفت یه 4 ماهی 4 ماهی ما این بازی رو میکردیم و چقدر هم خوش میگذشت و من اومدم ایده استریم دادم که الان میرسیم به قسمت اولین 2019 دوستان من ایده استریم اولین جایی که اصلا زندگی من فکر کنم به این عرصه باز شد همین استریمی آقا تو آپارات چقدر من جلو فکر میکردم حالا بذار ببینیم با چه آشنایی هم داشتی حالا بعد ما 6 ماه بازی میکردیم که سیزن 8 فورتنایت هم تازه اومده بودش بعد گفتیم آجی بریم استریم کنیم حالا استریمه چجوری بود دوستان یه لپتاپ زغالی چون PS4 که بعد کپچر کارت می‌داشتی یه نرم افزار داشت خود پلی استیشن که تو میتونستی تصویر کنسولو بیاری روی لپتاپ که بعد از اونجا مثلا نرم افزاره رو شیر بدی حالا این یه اینترنت فراقدرتی می‌خواست حالا ما داشتیم مثلا با اینترنت ADSL با سرعت 500 کیلوبایت بر ثانیه مثلا داشتیم کار می‌کردیم باجی لپتاپ زغالیه رو گذاشته بودم مثلا اینتل کورای 5 نسل 3 بود رم 4 کارت گرافیک هم نداشت یادم میاد خندم 2 تا بالش گذاشته بودم لپتاپ بیاد بالا برسه به قد من خب باجی کجا کف زمین پشت مورپد اینا میچیا لپتاپ خواستم میگم نفس نمیکشیده دیگه اصلا لپتاپا برای آبشوش داره لپتاپ هنوز هم هست دوستان و ما استریم رو استارت میزدیم استریم بیت ریتش دوستان مثلا بعد نورمال 8000 باشه یک نفر بتونه ببینه این بیت ریتش 500 بود مثلا یارو میومد هیچی دیده نمیشد فقط یه چند تا پیکسل بود رنگاشون عوض میشد اینجوری بود FPS 15 یعنی مثلا
من یهو مثلا یه نیشخند میزدم تو 20 دقیقه نیشخند من بود تا دوباره و با همون وضعیت داغون اون سال به شمسی چه دونیتی شدم. چه سالی میشه به شمسی؟ 2018 7 سال پیش دیگه. 7 سال پیش الان 4 سال 97 اینا ما استریم یه هفته کردیم. اون یه هفته رو نزدیک به 800 900 تومن دونیت شد. نه بابا خیلی کمتر. نه 300 اینا بود 100 تومن. نه 500 اینو یادم. نه بابا خیلی کم الان بود. در ادامه میبینه 100 تومن سر دعوای اصلا الان چیز بوده. دعوای سر همین میگم کمتر. حالا علی نقشش اونجا چی بود؟ من با علی هنوز آشنا نشده بودم. علی اولین بار اومده بود تو دیسکورد و فقط صداش بود، میرفت استریمو چک میکرد و هر اینجور کرد نمیبینم هیچ تصویری نیست کجایی من ول کن اصلا. و علی اولین بار صداش اونجا شنیدم، هنوز قیافش هم ندیده بودم. ما استریم کردیم یه 300 فرض کنین در اومد. 300 سال نبودش واسه ما که هنوز مدرسه بودیم خیلی بود. یعنی مثلا اون زمان خوراک بندری بود 4000 تومان. می‌خواستم برم یک ماه هر روز بخورم. تولدم بابام 400,000 تومان پول داد برم اینترنت شاتل بخرم، گریه‌ام گرفت. همین نیست 300 تومان بعد 300 تومان این دونیت گرفت. حالا بس چی بود؟ ما دعوامون سر چی بود؟ این دعوا سر چی قبل از این که بگیم دعوای تاریخ. یک چیزی من بین من و حسین میگم. نه من و حسین یک چیزی با هم دیگه داشتیم. یک قبل تو هم یک رفیق دیگه ای داشتیم کشکو. ما یک چیزی داشتیم یک نفر که مثلا پیشرفت میکرد ما قسم ازش بکشیم. یه نفر الان وقت پله‌های ترقی من باید بچسبم. یعنی ما خودمون نمی‌خواستیم پله رو. این که داریم از این میگیم بره بالا منم ببره. همیشه خارج از باکس بگیم. ماجرا که با اون رفیق اون داشتیم، اون مثلا خیلی اون زمان فکر کن اون زمان خیلی عجیب بود. مسابقات کشکاپ فورتنایت می‌خواست بره جایزه ببره و اینا. بعد بازیش از جفت ما هم ریده تر بود. حالا نمیدونم تونست بالاخره برسه به این جا یا نه. برای مثلا اون مسابقاتی که الان کلیکس مثلا خفن اون زمان مثلا فکر مسابقات یعنی اون زمان مطمئنم کلیکس هنوز حتی شروع نکرده بود استارت بزنه. کلیکس از ما کوچیک‌تره اصلا. ما با 2-3 سال کوچیک‌تره کلیکس. ولی اون زمان فکر می‌کرد و مثلا ما هم مثلا می‌خواستیم بچسبونیم خودمون. و علی هم همونطور که گفت دونیت شد. دقیقاً من و حسین نشستیم ما هم جلسه ای گذاشتیم که دوباره ما می‌دونید چون ما تو استریمش بودیم گفتیم بالاخره تأثیر میذاریم تو این دونیت دیگه بالاخره نصف فینا من دارم میکشم اینا. تصویری که دیده نمیشه. دوستانتون رو بشناسین دوستان. و قشنگ هم یادم علی هنوز یه اخلاقیاتی داره که مثلا یک چیزی رو بهش میگی اولین جوابش نه نیست. مثلا شاید قبول کنه حتی اگه نه ترین حالت ممکن هم باشه ولی با یک آره میگه بعد یهو مثلا بهت میگه. و مثلا من اینو بهش گفتم میگم آجی حالا مثلا دونه چه دیگه اینا ما هم تو استریم دیدیم و دیگه سهم ما رو بده دیگه لاشی اینترنت پول اینترنت استریم همه چی. ریاکشنش اینجوری بود که ها حل آجی و اینا. یادم یک تماس تلفنی بود و بعد تموم شد. بعد رفتم تو تلگرام. آره آفرین زنگ میزدیم با هم صحبت میکردیم قدیما. ما دیگه زنگ میزدیم یا تو زنگ میزدیم با هم صحبت ما با هم تکلیف انجام میدیم مثلا 45 دقیقه تماس بود سوال 4 چی نوشت. من عکس از کالای واتساپ نشون ندم. آبا اونا رو اصلا نشون ندم. نه ما اصلا همینجوری یهو زنگ میزدیم مثلا نیم ساعت صحبت میکردیم. با حسینش وقت نبود. چرا یکی دوباری به من زنگ خیلی نه. حسین خیلی اشتیاقی به این کارا نداشت. این مسخره بازی خیلی نداشت. خلاصه به قول علی رفتیم تو تلگرام و یادت پیام و اینا دقیق. بله دقیق. من یک چیزایی یادمه. من اینجوری کردم. من اونجا گفتم آره، اومدم تلگرام گفتم حاجی
پول اینترنت رو که من دارم میدم، استریم من دارم میکنم، بعد چی بدم به شما؟ مثلا اینجوری بودم تو چی میخوای از ما؟ بعد من بهش که آقا یعنی چی ما کیل گرفتیم تو گیم اینا؟ نه حالا چی نه گیر گرفته که نه. آخه احساس ما قبل صحبت کرده بودیم. یعنی چی؟ قبل صحبت کرده بودیم آخه استریم اگه دونه چه تقسیم میشه بگیم آره. بعد این پلنمون بود. گسلایت داشتیم می‌کردیم به قول معروف که ما از قبل پلن ریخته بودیم. ما هم تو استریم کنیم اگه هر چی پول اومد با هم تقسیم. ولی مطمئنم هیچ انگار چی میگن؟ نتیجه اینجوری هیچ وقت نرسیده بود. او علی که من میشه مگه حرفی زده بوده انجام میداده وقتی پولم بوده. دیگه تو تلگرام برعکس چرا این اتفاقا بس این گفته بود آره اوکی شده و بعد که دونش کردم بگم من نمیدم نه پولم چشمم به پول افتاده. نه من تو رو در وایسی وسط این حرفو زدن وسط استریم بودیم. بعد گفت مثلا کیلو اینو بگیر تقسیم میشه. بعد من جواب گفتم آره اوکی تو رو در وایسی موندم. بعد که داشت محمد زدم بازم گفتم اوکی. باز اومدم یه دو تا 4 تا کردم دیدم استریمه با اینکه بیت ریتش بالا بود یعنی قشنگ یادم همون زمان یه هزینه گذاشت رو من. بعد من اینجوری بودم خب من الان پول استریم میدم هیچ چیزش واسه خودم نمونه. بعد پیام دادم من گفتم داش اینجوری اینا. محمدم من یه ذره تند صحبت کردم. محمدم از اون طرف بهش برخورد ناراحت شد و این دعوا شکل گرفت و ما داشتیم داخل تلگرام یه نیم ساعت با هم دیگه جر و بحث پول دونه. آخه میدونی الان این یادم اومد که خیلی بدتر میکنه ماجرا رو. تو گفتی که سهم ما رو کمتر کردی. تو می‌خواستی کمتر پول بدی. ها دیگه گفتم ما میره واسه اینترنت خودم واسه چی نمونه این کمتر. آقا ما صحبت کردیم تقسیم بر 3 بشه دیگه بعد از اینکه پول دوباره دعوا یک سال دیگه بعد از اینکه پول اومده آن دستم شما 10 تا میشم شما نمیدم بیشتر دادم. آخه اصلا پولو زدم بعد بلا زدیم بعد بلاک کردیم. ها بعد ما دیگه بلاک رسید اینجوری بود که دیگه سگ خورد دیگه سنا زد تو صورت. اینجا الان چند سالتون میشه؟ ما اونجا کلاس میگم 2018 دیگه کلاس 9 من بودم واسه کلاس 11 8 سال پیش تو بوده 15 سال تو بوده 13 14 واسه کلاس 11 بود من کلاس 9 بچه بوده. آره و ما یه دعوا کردیم و بلاک یعنی مدرسه‌مون هم قشنگ اون موقعی که این اتفاق افتاد امتحان پایانیامون داده مدرسه تموم تابستون من محمدو دیگه هیچ وقت ندیدم تا 1 سال بعد مدرسه پس چی؟ انتخاب رشته بود دیگه تموم شد. انتخاب رشته بود محمد رفت هنرستان من رفتم تجربی. خوب موقعی بوده. خوب موقع واسه دعوا بوده. و این اتفاق افتاد و من و محمد 1 سال دیگه قشنگ از هم خبر نداشتیم و یهو من داخل یوتیوب داشتم میرفتم بالا پایین میکردم یهو دیدم ویدیو محمد اولین ویدیوش واسه من ساجست شد. تقدیر همچون شانسی اومد یهو دیدم محمده و اون دوتا دوستم که چیز میگیم دیگه نیستم مامون من هنوز با اونا دوست بودم. محمد نبود ولی من بودم چون ما با هم رفتیم یه دبیرستان دوباره تجربی هم با هم خوندیم و اومدم عکسو فرستادم تو گفتم ای بچه‌ها این محمد یوتیوب زده فلان حرفا و ما تصمیم گرفتیم که با محمد صحبت بکنیم. من رفتم دایرکت محمد و یه سلام احوال پرسی کردم گفتم چه خبر فلان و حرفا و محمد هم حقیقتش جواب داد یعنی اینجوری نبودش که سنگین بخواد برخورد کنه. جواب داد و سلام احوال پرسی کردیم و اینا گفتیم چیکار میکنی چیکار نمیکنی و محمد گفت ها یوتیوب تازه شروع کردم و جالبیش این بود دقیقاً همزمان که محمد شروع کرده بود منم شروع کرده بودم و گفتم شاید باور نشه اصلا منم شروع کردم اینا. بعد دیگه نمیدونم دقیقی چه چتی داریم اگه محمد داشته بعدش رفتیم دیگه دیسکورد با هم صحبت کردیم و شروع کردیم دوباره یوتیوب ویدیو با هم دیگه ضبط کردیم. من چیزی که یادم میاد این بود که حالا من احساس کنم اینجوری بود که نمیدونم حالا شاید کامنت گوشی یا مثلا پیام داده بودی بعد من یادم بهت زنگ زدم با هم صحبت کردیم دیگه بعد از اون زنگه دیگه راه افتاد دیگه. آره من میدونی این حرکت بود دیگه من تو انگار تو هوم پیج یوتیوب هم تو رو دیدم بعد اومدم دایرکت اینستاد بهت پیام دادم گفتم اینجوری بعد تو زنگ زدی صحبت کردیم و دیگه رفتیم دیسکورد. بعد حسین بعد دقیقاً در همون لحظه که یه اتفاق افتاد یه ماه بعد کرونا اومد
همه نشستیم تو خونه‌مون و دوباره گفتیم گیم بزنیم. نه ایپکس لژند دوباره اون زمان تو بورس بود. رفتیم حاجی حسین گفتم حاجی الان خیلی خیته حاجی جوری حسین مثلا اونجوری نه بابا خیلی قبل خونه دانشجو هنوز بی اف فرانسه نزدیم بابا. من یادم با محمد رفتیم یه ویدیو ضبط کنیم خونهشون دانشجو و رفتم حاجی گفتم وای حاجی خیلی خیته یه جوری الان حسین اونجا حاجی قشنگ یادم رفتم سلام عرض کنم حسین یه سلام رفتاری که پیش بینی میشده و دیگه اقدر دیگه بازی کردیم مثلا تو کرونا ما دیگه خیلی گیم مونتر می‌زدیم دیگه اون رفاقت دوباره برگشت و علیو ما بعد کرونا دیدم. آره یعنی این که اصلا نمیومد با ما گیم بزنه. من فکر کنم اولین بار تو ویدیوهای خودمون فکر کنم اولین بار آره دیگه تو ویدیوهای بی اف دیش اولین بار یه بار نه چون ویدیوهای اول ما میرفتیم بیرون. نه ویدیوهای اول یک دو بار تو اومدی همین امروز صبح داشتم ویدیو رو نگاه می‌کردم. خیلی قدیم میدونی داستان چیه؟ بی اف روز اولی که من امروز صبح نگاه کردم چون کانال تو گروه تلگرام صحبتش شد. روز اولی که ما اومدیم برای ضبط 7 اسفند 99 بود. یعنی این صحبتایی که الان داریم میکنیم خیلی دور نیست از اون تایملاین ها. حالا خلاصه اینا من این وسط میخواستم بگم حالا برخلاف دوستی و اینا فلان اینا کلا اصلا استارت بی اف هم یه جورایی تو مایه‌های همین یکی داره پیشرفت میکنه بکنیم دستی محمد دست ویدیو میرفت فرشاد سایلند اون زمان به محمد ریاکت رفته بود خیلی هم تعریفشو کرد. هنوز اون لایو رو سیو دارم. اون زمان محمد خیلی یه اتفاق جالبی افتاد. محمد دقیقاً تو یه سال هم فرشاد سایلند ازش تعریف کرد اومد بالا، یعنی اومد قشنگ گفت این کوالیتی استریمش خیلی خوبه کانتنتش خوبه. محمد قشنگ حساب گرفت اومد بالا که بعدش بی اف زدین و محمد دقیقاً داخل همون سال اجنکسا قرعه کشی موس ریزر بود اینو یادم افتاد بهش و من تو لایو بودم. ولی تو اون لحظه از زندگی دیگه تصمیم گرفتی همون چنل ادامه بدی تا الان میگه 100% خیلی پیشرفت از بی اف کرده. من ادیتور محمد شده بودم تا یه جایی یادم آخرش از یه جایی به چه گیم نشسته ویدیوی 50000 تا چاپ اول که رایگان می‌زد. خلاصه آقا محمد داشت میرفت بالا یا دیگه گفتی بعد چند وقیه برای ویدیو میگفت مثلا میگفت بیا شما ویدیو بگیریم با هم بگیم فلان. بعد از یکی دو بار که دیگه آقا اگه داری میایم اینجا تو داری ویدیو میگیری فلان اینا پرچی مال تو باشه یا یک کانالی بزنیم ما همه باشه و یک سال ایده خودم بود خودش بود. حالا منظور که دیگه پول والا یکی این ایده رو باید بهش القا کنه با حس درونی دست ناخودآگاه بالا بقیه میگیرنش کلا ما یا با فرهنگ ما چهارمه این هست بریم بالا و دیگریش نره با هم نره یا این بابا میاد سر همین قضیه هر چهارتامون واسادیم پایین سنگین اما میخواد بریم کشیش پایین بالا شلوارش کشیده آورده یک چیزی هم یادم اصلا واسهش میگفتیم یعنی یک جمله‌ای داشت بکن دقیقاً مثلا یه اینوایت میداد یا نه فلان اینو میگفت بکن اومد بکن من یادم و خلاصه ما اینجوری بودیم و علیو من یک سال اول بی اف کنکور داشتم یا 2 سال ولی می اومدی بابا یاد می اومدم هر 2 هفته سفت یا یه سال یه احساس هم ارتباط داشتیم بعد بی اف شروع شد بعد دادم پیدا کردم اینجوری بود. من اون یادمه اون موقع که بی اف رو زدین یه ذره کم رنگ‌تر باز میومدن دیسکورد اینا چون کنکورم اومده بودش. اون مشتی که من زدم تو داشتی میمردی رو تعریف کنم من تو دلم گیر کرده بچه‌ها بدون بیمارستان علی و بچه‌ها کلاس چندم بودیم اصلا یادم نمیاد. اینجور که تو همیشه تعریف می‌کردی دبستان بود. دبستان بودیم هنوز ولی فکر کنم پنجم بودیم قبل از محمد بود سوم بود. قبل از محمد بود مطمئنی؟ چون من یادم نمیاد تو همون سومینا بود پس آقا ما دیگه وقتی پسرها وقتی دارن اون میمه هست میگه وقتی موج زدم تو دل دوستم معلم داره میاد من فقط دارم معلم رو نگاه میکنم جون میاد آهنگی گذاشته دقیقا باشه همون شکلی بوده من اون موندم که داشت جون میداد من همون یکی بودم یه ریده بود اصلا واقعا نه حالا بگو
آقا ما نفهمیدیم زنگ تفریح بود تو کلاس، نرفته بودیم بیرون، تو کلاس بودم داشت سر صدا می‌کردن بچه‌ها رو میز میپریدن دق با آهن می‌زدن رو میز صدا می‌کردن دلیلی هم نداره. این کیف اصلا خوب شد گفت این کیف که حسین داره میگه. خب من مثلا با حسین تا نهم تو یک میز بودیم دیگه با هم. یعنی اینجوری بهتون بگم تقریبا مثلا کل مدرسه این قضیه رو میدونسته، یعنی در این حد بهتون بگم که مثلا آقا با کیف حسین کسی شوخی نکنه، اصلا با حسین که کلا شوخی کنه هیچی، با کیف حسین که دیگه آقا مرگ یا کیف حسین، یعنی میتونستی این همچین داستانی بود. نمیدونم چقدر قفلی بودم. کیفم همیشه تمیز نگم داره، یعنی اینجوری نبود. کیفم آخه هنوزم سالمه. درست. سر تکایی که به شما زدم سالمه. حالا کیف ما میومدی سر کلاس اینا میخندیدن چی شده کیف علی کبوتری از پنجره پرت کردیم بیرون طبقه چندم سوم کارو با من کردن تو مدرسه من 15 نفر رو میکشتم. یه چیز توی مایا اتفاق افتاد و من از دست علی عصبانی شدم. بلند شم اینو بزنم. چرا نزدی داشت میکنه میگم دیگه معلم اینا که نبود، زنگ تفریح بود. یادمه یقه‌شو گرفته بودم همینجوری. بعد 3 ردیف صندلی بود دیگه، بین صندلی‌ها اینجوری باز بود، تو همینجوری اینقدر میرفتی تا برسی به دیوار. همینجوری اینو گرفته بودمش، فوش میدادم، خواستم بزنم، همینجوری دستم گرفتم خدا بزنمش، نه چیکارش کنم فلان، همینجوری گرفتم میرفتم جلو از بین اون راهروه. رفتم اینو رسیدیم به دیوار، علی چسبید به دیوار. نواز همینجوری گرفته بودم، یقه‌ش اینجوری گرفته بودم بودش. همینجوری نگهش می‌دادم خدا بزنم نزنم چیکار کنم، همینجوری داشتم فوش میدادم. همین وسط 2 تا سگ دیگه من دیگه داشتن دعوا می‌کردن. اون وسط ما 2 تا اینجوری بودیم، اون 2 تا اون وسط. یکی 2 نفرم همش دعوا می‌کردن. میگن دیگه یکی اون وسط اینجوری داشت رو آهن می‌زد. اصلا یه وضعیتی اون وسط اون شلوغی‌ها ما همونجوری واسطه دیدیم، دستم قشنگ تو همین حالت قشنگ گرفته بود، قشنگ تو همین حالت گرفته بودم که بزنمش. همینجوری که نگاش شدن این 2 تا قبلی که داشتن دعوا می‌کردن مثل نمیدونم یکیشون باش چیز خورد چیکار شد هول داد، هول خورد سمت من از پشت، بعد خورد تو دست من، این دست من قشنگ جوری اومد سمت علی، با اینکه من نمی‌خواستم بزنم، همینجوری نگاش بودم این اومد خورد بهم، آقا دوبس من رفتم تو شکم علی. آقا اینا اونجا افتاد زمین و گریه‌اش در اومد و اصلا یه وضع کل اتاق میگم کل کلاس ساکت شد، همه اینجا داشتن من رو میگن اوه نو همیشه همه همه جر میداد تا یه حدی یه اتفاقی افتاد همه ساکت میشدن، یکی تا لب مرگ که میرفت کل کلاس هم گشتن آقا من اینجوری بالا سرش باستادم این افتاده داره میمیره، اصلا سکوت. همون سنه یکی اومد تو نمیدونم نازه اومد تو یکی اومد تو بعدش هم بردنش دیگه، اینو بعدش هم بردنش تو دفتر و ما هم پس کردنی فکر کنم زد مخواستم نخوردی دیگه چه مردم کشتن دادی؟ نمیدونم زنگ چندم بود، فکر کنم نزدیک زنگ آخرم بود که ما دیگه رفتیم خونه دیگه. اصلا داداش چی داری سوال می‌کنی؟ یادم نمیاد. من یادمه چون بعدش دیگه اصلا اونقدر تو مدرسه نموندم، حالا یا من انداختم بیرون اخراج کرد، بعد از اون اتفاق من تو مدرسه نموندم، یه چیزی ما یادمه. من رفتم خونه بعدش رفتم میرسم. چرا ما فرداش اینجوری بود که رفتم خونه، ظهر بود، 12 تعطیل می‌شدیم. رفتیم خونه، غذا خوردم، اینو خوابیدم. از که پا شدم هنوز دلم داشت در میگرفت. مامان یا باباش نمیدن با تو دعوا کنن؟ نه اصلا من زاویه مامانم یادمه، اومد مدرسه مامانم تو تخم چشش نگاهش کنه چی نگفت. من دعوا نکرد ولی نازمون بد مدد. اگه فردا صبحش اومد گفت ما اینو بیمارستانه، من جودم که یا اول فقط یه مشت زدم به خدا.
2 روز بیمارستان بستری بود دیگه. نمیدونم چیکار شد، یه چیزی توش ترکیده بود حالا انداختن گردن. نمیدونم هنوز که هنوزم یادم نمیاد. بابا این خودش یه مریضی داشت به حضرت تو درمانش کردی همه خودکه سرطانی داشتی ترکی چیزی ولی نبود. 2 روز که بودم اینجوری بود که در حد سرم و دارو بود، یعنی عمل و اون چیزا اتفاقی نمیفته. برای همونجا بودی. آره ولی رحمت به قولی ضربه تا لب این رفتم که میگفتن آپاندیس و اینا یادم اومد. تا لب این رفتم که میگفتن آپاندیس و اینا، ولی عکس عکس یادمه برداری؟ چرا عکس گرفتن ازم که دیدم اوکی. نمیدونم چجوری میشه آخه من هم دوم بچگی چقدر من کجا زدی اصلا؟ کجا زدم اونجا آدرنالین الان بالاه نمیفهمید. من همین الان خودم یادم نمیاد میگم جزئیات چی بود. الان تو میگی داره بدترین دعوایی که تو مدرسه کردین بخل از این زدی چی من بود؟ که اصلا بغیر از این یکی اصلا دیگه دعوا بود. نگرفتم. تو دعوا نمیشه من تا دلت بخواد دعوا زدی. بدترین کلاس اول بودم کلاس بگو خود بگو. بذار بگم تو بگو. کلاس اول دوم یا دوم یادم نمیاد. آقا ما یه بار یادمه زنگ خورد، تو زنگ تفریح بودیم. زنگ تفریح زنگش خورد که دوباره بریم سر کلاس. یک سرداشکال گوشه حیات بود. من الان یادم نیست اونجا چه اتفاقی چی یادت چی افتاد؟ فکر کنم اومد به فوش داد. به من؟ نه به من. به تو ها. من فوش داد. به حسین فوش داد کلاس چندمی؟ ششمی. بچه کلاس چی؟ اول. آقا ای فوش داد. فکر کنم خیلی فوش بدی داده بود. فکر نکنم. این فرض کن میگم دیگه گوشه حیات بودیم، زنگم داشت میخورد. آقا این فوش رو داد، نمیدونم چی بود اینا. این گریهش گرفت، عصبانی هم شد، دوید پشت سر اون هم یارو شروع داشت میرفت کلاس دیگه. 2 تا پله رو یارو رفت و من همینجوری واسطه بودم از تو. نه سمت کلاس نمیرم. چرا دید از تو رفت تو سالن که تو پریدی روش؟ رو سالن پریدم. من فکر کنم رو اشتباه میکنی بابا. تو دستگیردی دور حیات سکو بود دیگه. پریدم رو سکو رو یارو. پریدم رو سکو. برادر جیمز باند بوده. صحنه‌ای که یادمه حسین اینجوری بود که یارو فرار کرد انگار. صحنه یارو پریدم رو یارو یادم میاد یا ندید؟ ها حسین پرید رو نازم رو یارو پیداش یارو رو میزد. یارو دید که حسین داره میاد سمتش که فرار کرده. حواسش نبود بالاخره که تو میگی یارو حواسش نبود، حسین رفت دنبالش. فکر کنم اینجا داری اشتباه میکنی، چون من یاد اون صحنه که پریدم روش یادمه. تو حیات بودی؟ تو حیات بودیم. پریدی روش؟ سکو بود. قشنگ پریدم روش. دور حیات ما سکو داشتیم. یعنی دور تا دور سکو میرفتیم. ابعادش چقدر بوده؟ نمیدونم. اصلا میگم دیگه پریدم روش. قشنگ اینقدر کوچیک بود. اون لحظه من کلاس شیشم اون از من بزرگتر، من نمیتونم اینو بزنم. هدف این بوده که من اینو باید بزنم. تنها کسی که اون وسط تروماتایز شده علی. من اصلا فقط زداش خال بودم تا لحظه خب بزنم با خوشش. مال غذا بوده. برو نگار دماغ کنم. ولی نه کنار سکوه بود. یادم این اومد به من فوش داد، رفتم تو سکوه بشینه مثلا خیال راحت که مثلا اومد چی میگن بولی کردیم بچه‌ها کوچیکو فلان. من همون رو رفتم دیگه گریه هم گرفته و یادم نمیدونم ناخونا بلند نگه داشتم چیکار می‌کردم. اصلا یادم شبیه ویچ دیدی تو لفورد یک دو اینجوری میاد میزنه. قشنگ پریده بودم روی یارو پاهم گذاشته بودم رو سکو اینجوری چسبیده بود در دیوار همینجوری فقط داشتم میزنم. همکنون دوباره میگم کلاس اول در برابر کلاس ششم. اون بنده خدا فکر کنم خیلی چیز بود. رفتم بود. کف بود یکم. من برعکس بودم. من همیشه در دوران دبستان، حالا دیگه بقیه شما دبستان من آجی مثلا از کلاس اول با کلاس ششمی رفیق بودم. مثلا همه جا هوامو داشتن. نمیدونم سر چی هم بودش واقعا. یه مثلا 2-3 بار مثلا با هم زدیم اینا، مثلا از ما خوش اومده بود، مثلا میرفتیم بازی می‌کردم، بسکتبال بود، هر چی بودش مثلا گفتم بیا مثلا میرفتم دیگه با اونا دیگه، مثلا من همسن خودم این بار بودم میرفتم با 4 تا گولاک‌تر از خودم. ما که از اول با هم بودیم، اصلا همین دعوام نه رفیق و این چیزا اهل دعوا هستی آرومی ولی بعد میزنی. من مثلا اگه من که دعوا نکردم، چون اگه دعوا مثلا اینجوری نبودم خودم دنبال دعوا شدم، اگه دعوا پیش میومد میگم آدم آرومی ولی میزنی. ولی فکر نکنم تو دنبال دعوا هستی. دنبال دعوا. من جمله بابا هنوزم یادمه وقتی بچه بودم داشتم برم گشتیم، یک بار فکر کنم من کتک زده بودن، اومده بود دنبالم، من صداش برم گشتیم، سوار چرخ بود بابا، سوار کردم یعنی چرخش داشت میبرد و من بودم دعوا کرده بودن فلان اینا. یک راه طولانی رو رفتیم، من بابام هیچی نمیگفت. بعد یهو نزدیکای خونه گفتش که
دعوا نکن، دعوا مال سگه. سگا دارم، دعوا مال سگه، ولی اگه اومدن دعوا کنن مش نخوری. اینو یادم. من هنوزم همون اخلاق دارم، سمتش نمیرم، ولی اگه پیش بیاد نمیذارم. بعد ولی خب اون صحنه‌ای که گفتی همه داشتن به پر میکنن که یه صحنه من دقیقاً یادم افتاد. من فکر کنم کلاس پنجم اینا بود، اون تایم من تکواندو میرفتم، بعد جو گرفته بود منو، ولی یه جو تختی منو گرفته بود. مثلا اینجوری بودم که الان بخوام میزنم، ولی خب من باید کسی باشم که جوان مرد هر کسی رو نمیزنم دیگه. مثلا از همون اعتماد بعد مثلا چون مثلا خب استادمون هم مثلا میگفت مثلا یاد میگیری نباید مثلا استفاده بکنی تو دعوا و اینا. خب مثلا اون کلاس همه بچه بودن دیگه، تو کلاسش ما مثلا اینجوری فاز گرفته بودیم، راست میگه ما اگه بخوایم الان میزنیم ولی خب نمیزنیم. مثلا اینجوری بودم تو ذهن خودم. بعد همینجوری تو جو کلاس بود، دقیقاً همینی که واسه میگه، یعنی مثلا سر صدا دقیقاً مثلا زنگ 4 که مثلا مونده زنگ آخر بیای تموم بشه و همه برن، زنگ تفریح آخره، همه دعوا، یکی داره نمیدونم پروژکتور خاموشش هم میکنه، یکی نمیدونم رو میز بپره پره، یکی از پنج صفحه یکی شلوار رو گرفته، 2 نفر گوشه اتاق همین واسم گفتش. بعد اون کنار مثلا خرخونو نشستن دارن مثلا امتحان بعدی رو چک میکنن اینا، همچون سر صدا. بعد کلاس هم اگه یادتون باشه هم اینجوری دیگه، مثلا اینجوری بود کلاس، بعد یه سکو داره که معلم مثلا روی سکو میره که پشتش هم تخته و اینا. من رو سکو بودم، یهو نمیدونم چی شد، یه حرکتی هم تازه یاد گرفته بودم، نمیدونم الان بتونم هنوز بزنم، سرسر میمیرم فکر کنم من که بزنم، چون خیلی حرکت سختیه اصلا و آماده باشه واقعا. محمد روزم رو آمادگی کامل بود بچه‌ها. من میگم حالا چی بود چون خیلی سمه. نمیدونم همونجور وسط مثلا یکی مثلا میری پسرا میرن اینجور به هم میخورن، اون کلیپ برعکس اینستا دیدم کیفش میفته لغت میذاره میگه توش قرآنه، یهو ناراحت میشه نه گو خورد. مثلا اینجوری مثلا یکی اون وسط هول خورد به ما مثلا اینا، بعد یهو مثلا همینجوری شوخی اومد لگد بزنه، پاش آورد لگد بزنم، پاشو گرفتم. بعد یه حرکت هست موقع تکواندو تو نمیتونی هیچ موقع مثلا فایت پای کسی رو بگیری، ولی میتونی یک لحظه که پاش میاد یه لحظه نگه داری، یا مثلا ببخشید اشتباه گفتم، من لگد زدم به طرف، اون پای تو رو گرفت، اون پای منو گرفت، اون پای منو گرفت. و آره میدونم چه اتفاقی و این حرکت قانون نیست مثلا کسی بگیره، ولی اگه یک لحظه گرفت تو میتونی ازش استفاده کنی که این که پاتو گرفت یه لحظه بکشی میچرخی با این پا میزنی سرشو میزنی، چون بعدش که میافتی یه اخطار میگی ولی خب 3 امتیاز مثلا میگی. بعد این پای منو گرفت، من اصلا نمیدونم خودکار تو فازش رفتم دیگه، پا شدم برگشتم زدم تو صورتش، خود دوباره اومدم پایین، خود زمینم نخوردم، یهو خورد تو صورتش افتاد تو زمین، یهو من اینجوری بودم گو خوردم. ببین اینجوری گرفت گفت من برم دفتر. یک چیز چوچکی هم بود واقعا، و خیلی مثلا واقعا نسبت بقیه خیلی کوچکتر هم بود و اینا. برام این وقتی زدم دوباره رو پا اومدم پای دیگه، همچون گفتم ببخشید غلط کردم، نمیدونم چیکار کردم اصلا نفهمیدم. خلاصه مثلا من نزدیکترین به دعوا مثلا تو مدرسه این بود، همین بود دیاره، نه چیز دیگه نه. من آدم زیاد دعوایی واقعا نبودم. محمد اونجا من آروم ولی خب اصلا از موقعی که حسین بود همه با حسین دوام که کسی با من دعوا نمی‌کرد. من یه حدی داشتم، مثلا اون حد یارو بیشتر میره رو اعصابم، همون جنازه‌اش خواستم بود. نکته خوبی گفتی، حسین اون حده براش کم بود. حسین هم دعوا خودش نمی‌کرد. تو میدونی سر چی تو هیچ وقت دعوا نکردی؟ چون من و تو همیشه خدا کنار هم بودیم. بعد یکی میومد به تو یه چیزی میگفت من جوابش میدادم، با من دعوا می‌کرد. با اینکه اصلا از اول اومد بین بالا علی چرا خورده خدا. حالا یادم اومد. ولی آستانه تحمل به شدت پایین. این خیلی قابل. من کاکاوی بوده که بهم بگه من آستانه تحملم بالاه، ولی اون آستانه تحمل بالای من رو بترکه. من تا حالا تو زندگیم 4 بار بیشتر دعوا نکردم. 2 بارش با اون رفیقمون بوده که دیگه نیست، 2 بارش با بنده خود دیگه آزموده بود. آره
کامل می‌خواستم بگم برای شما. بله و دیگه من هیچ وقت دعوا نکردم اون 4 بار، ولی خب همون 4 بار بعد دعوایی شد. یادم قشنگ سر کلاس داشت مسخره بازی در می آورد. نه سر کلاس داشت مسخره بازی در می آورد، فامیل من مسخره می‌کرد. بگم که مثلا ما 3 سال با هم تو یک کلاس افتاده بودیم. یه مسخره بازی و منم اون روز اعصابم تخمی آورد. و مثلا اون روز اعصابم تخمی میگفتم ببندن تو. اونم کوخ میری ول نمی‌کرد. گفتم تو بعد مدرسه وایسا. آره من دقیقاً رفتم تو پارک. بعد رفتیم تو پارک و این نیومد. میر مشتبه کتل فرستاده بود خودش فرار کرد. اومد. میدونی کجا دعوامون شد؟ تو حیاط مدرسه، جای همون جایی که ناظما میاد سخنرانی میکنن بغل پرچم. ناظما نه حیاط مدرسه امام حسین. یادم اومد ما همون کلاس فارسی بود، چیزم بود قادری. نه اون خوبه بود، رمضانی بود. امتحان داشتیم. این قبل امتحان داشتیم مثلا میگم منم اصلا دو هیچ نخونده بودم. گفتم آقا حاجی امتحان من گم میزنم. امتحانم جز آخریه بود، رو اعصابم. این همینجوری رفت رو مغز منم وسط امتحان هی هم داشتم به این فکر کردم چجوری پدر اینو در بیارم، هم به امتحان رو گن زدم. خب اومدم بیرون و امتحان تمام شد، میگفت هر کی امتحان داد بره بیرون. ما رفتیم بیرون، همه بیرون واسه من فوتبال بازی می‌کردن، کلاس دیگه زنگ ورزششون بود، ما بیرون واسه بودیم. اومدم بیرون، این بغل پرچمای تو حیاط وایساده بود جای سکویی که مثلا معلما و استادا میان سخنرانی میکنن. من اینو اومدم گرفتم، یه زیرلنگی بهش انداختم، این افتاد رو زمین، پریدم روش همونجون با موش میزدم تو شکم این. بعد یه پیرهن قرمز تنم بود، این پیرهن دکمه شل بود. این هم واسه که مثلا تو بگم پیرهن من گرفته بود، این پیرهن من از وسط وا شده بود، دکمه‌اش وا شده بود، داشتم همونجون میزدم. علی با سیکس پک نشسته ایرواگ خار مادر بود. و این تموم شد. بعد اومدن ما رو جدا کردن بچه‌ها. مدیرینا نفهمیدن چون پایین افتادن رو زمین و پنجره مثلا ارتفاع کوتاه بود. درمان همه چی ولی اون پایین داشتن یه آرنگ اینجوری فقط بالا درمان. و بچه اومدن ما رو جدا کردن. من گفتم تو بعد مدرسه نری بیاد تو پارک جای مدرسه. بعد گفت هر کی نیاد فلان و یه حرفا. گفتم بیا. باجی ما رفتیم تو پارک واسه من و این بودیم و 3 نفر دیگه. من منتظر موندم این نیامد. بعد یه دیدم یکی داشتیم داخل کلاس، اون قدش از همه کوتوله‌تر بود و فکر کنم دیگه قدش همونجا قفل از محمد هم کوتاه‌تر بود. آره صداشی حالی که یه چیزی که باجی مبل خانتون بعضی چکی بود صدای مبل این چیز پایش میکنم دور کن. از شما در نکنه، از شما در کلاس نکنه. نهم مثال میزنم اگه مثلا من و محمد قدمون 150 بود، این مثلا 130 بود مثلا، اینجوری نگاهش می‌کردم و اینو فرستاد خودش نیومد. بعد این اومد، این چی بود؟ نفهمیدم اصلا. اونجوری که ما به محمد نگاه می‌کردیم. ماشاءالله بگو حالا. و اینو فرستاد جلو، چون رفیق صمیمی هم بودن بغل هم میشستن روی تو اینه که گفتم خودش کو تو رو فرستاد جلو. چیکار این رفت؟ گفتم یعنی چی؟ گفت مامانش اومد دنبال سوار شد رفت. و گفتم باشه. بعد بگو چه اتفاقی افتاد فرداش؟ شیرینی آورده بود چی؟ آشتی کنون داشت کل کلاس باش میگم گفت بردار آشتی. گفتم باشه بیا برو. جوری که مامانا با قضیه کنار میان. اگه به جای ماماش باباش میمد دنبالش رفتن کونت پاره شده بود. با باباش میمدم از همه بابا. ولی میگم من واقعا آدم دعوایی نبودم، ولی خب وقتی دعوا میشم بد سگ میشه. دعوا خوب نیست. واقعا دعوا خوب. ولی آدم هر دعوا میکنه پشیمون میشه. ولی نه دعوا بعدیش بینه که خودت شروع کنندش بشه، ولی اگه کسی به تو میکنه حق تو بگیر. تو اینم نه مثلا دیگه اگه به دعوا میرسه که دیگه باید دعوا رو بکنی. اگه به دعوا برسه ولی خب خیلی وقتا شروع به دعوا کننده دعوا نمیرسه. نباشین به قولی اینجوری منظور. دیگه آخه من یه چیزی که دارم اینه که خیلی وقتا مامانا بیشتر، باباها کمتر، ولی مامانا خیلی وقتا میگه دعوا نکنین بعد
از اون بچه یک آدم تو سریخور بولی شو در میاد. یعنی تو اون مدرسه میره تو داشتیم مدرسه واقعا. میگم ما چون ما دیدیم دارم ما حق میگم. خودمون رو میگرفتیم کسی به ما تیکه همون. می‌زد. یکی بود مثلا هر چی بهش میگفتم بنده خودم همینجوری سر بعد هی خودم بیشتر مثلا میشه، هی سوال واسه هی بیشتر میشه. همین. این اصلا هی بعد اصلا بیشتر فشار تو سر عصبی میشه. رو یارو میاد کلا بعد بچه چند سال می‌تره دیگه که. مثلا چند سال دیگه که بزرگتر میشه هی یادش میاد ای منو تو مدرسه بولی میکردم فلان حرفو بهم زدن جوابشو ندادم اینا عقده میشن واقعا به نظر من شانس این که آقا تو یک بار دعوا بکنی واقعا شانس این که یه اتفاق خیلی بد بیفته مثلا هولش بدی کلش بره به میز بمیره خیلی شانسش کمتره تا اینکه تو بگی آقا دعوا نکن بعد بولی بشه یارو بولی بشه بعدن تاثیرات یعنی روانی اصلا اذیتش. واقعا اگه از پس خودت به نظر من بنا تو مدارسی که ما دیدیم واقعا در حد صحبت در تو حد همه دنیا در حد واقعا مدارس من واقعا مدارس. تو همه دنیا اینجوری رو دخترها که نمیدونم ولی خب پسرونه کلا حتی تو فیلم و سریال خارجی میبینی اصلا این جو هستش کلا پسرا یه چیزی دارن که آقا من قدرتمندتر از تو هم مثلا اذیتت میکنم ولی خب دیگه بعد یه بارم وابدی دیگه تا آخرش وابدی تا آخر مدرسه پدر تو در میره و این آره کلاس دهم بودیم دوستان سن بلوغ و قاعدتا همه دنبال اینن که جنس مخالف چی میخوای بگی؟ نه داری به کجا آره اول دوباره کات اول به من بگو تو نبود محمد میگم کلاس دهم بودیم محمد و حسین هنوز دعوایی بودیم اینجا و دعوایی بودیم این مدرسه ما فرض کنین این یه خیابونیه میره میچرخه مثلا اینجا راست خیابون وسط خیابون ما تو کوچه بودیم این راست خیابونه یه مدرسه دخترانه حالا ما کلاس دهم من دارم میام سمت مدرسه مثلا این راست خیابون مدرسه رو دارم رد میکنم بیام تو مدرسه لباسای امام حسین خیلی زایه است یعنی مثلا تو از 20 متری ببینی رنگو ببینی اینا بچهای امام حسینن خب یعنی مثلا اینجوری لباس خودمون و ما خیلی لباسمون شیک بود ما توسی بود توسی خوبی بود اگه مثلا خیاط درست می‌گفتیم توسی لباس ما شیک لباسمون عین این بیمارای روانی بود واقعا پیرن صورتی شلوار زرشکی کت زرشکی ما کت و شلوارامون توسی پررنگ بود پیرهنامون خاکستری و توسی کم رنگ مدیر مدرسه واقعا باید ببینم چه سلیقه افتضاحی داری واقعا تو این رنگ من جالب بود مثلا الان داری بهش فکر می‌کنی اصلا خیلی داستان بود مثلا ما با اون لباس مترو سوار می‌شدیم اتوبوس سوار می‌شدیم تو کوچه و خیابون بودیم صورت زرشکی شاید باورتون نشه مثلا من نمیگم صورتی حالا اشتباهش نمیگم صورتی مرد نباید باشه اون صورتی و اصلا اون ترکیب خیلی افتضاحه من شاید واقعا بچه‌های مدرسه شما فرم مدرسه صورتی چیه دیگه من شاید واقعا بچه‌های مدرسه شما رو دیدم چون ما وقتی سوار اتوبوس می‌شدیم این مستقیم میومد مثلا از هفته تیر و دانشجو مثلا همجوری رد می‌شد صورتی اگه دیدی ما بودیم بعدش من مثلا یه عده سوار می‌شدن پیرن صورتی تنش گفتم اوجی چه رنگی گویی این چیه اینو تنش یعنی اصلا خیلی مسخره است دیگه حالا درسته رنگ بدی نیست ولی خب مردونه دیگه حالا چون بچه‌ها هم خودشون دوست نداشتن تعداد آدمایی که نمیپوشیدن خیلی زیاد بود مثلا هی منفی میذاشت هی منفی داشت یه فرمی گذاشتی که بچه نمیخواد بپوشه دیگه بعد هی با لباس دیگه میاد هی دوباره تو انضباط کلا فرم پوشیدن دیگه چیز عجیبی بود خلاصه این مدرسه تو راسته بود دخترانه منم اینجا مدرسه خودم داشتم رد میشدم بیام برم تو مثلا تو کوچه برم سمت مدرسه و 6-7 نفر از بچه‌ها مدرسه ما همینجوری مثلا اونور خیابون وایساده بودن منم اونور خیابون بودم یعنی داشتم از روبرو رد میشدم یوهو اونا داشتن دخترها رو دید میزدن سن بلوغ دوستان خیلی یوهو مثلا دختر ندیده یوهو یادم یکی از بابای دخترها وایستاد دم در مدرسه و اینها رو دید و حمله ور شد در ماشین رو بس میدوید آجی و من اینجوری بودم یا خدا چی داره میشه من چون واقعا اصلا نمیدونستم چه اتفاقی میفته این یارو اومد اینا فرار کردن یقه منو گرفت آجی واسه خیابون گوه میخوری داری دختر منو دید میزنی غلط میکنی من کدوم مدرسه بابات کیه فلان داشت من اصلا چی داری میگی چی شده دیدم نیم ساعت اینجا گفتم داشت من همین الان داشت و میخواست قشنگ منو بگیره بزنه و شاید باورتون نشه یارو تو مدرسه من اومد با من و یارو تو مدرسه من اومد و اونجا مدیر مدرسه گفت وای این بچه این از کارا نمیکنه اینو ول کن حالا هر چی مشکل داره بعد اینجوری کرد تماسی داره
و اینجا که گفتش قیافه‌اش یه گفت نه از دور دیدم. گفتم خب مرد اسم من داشتم نیم ساعت از این رد میشم تو اومدی یقه ما رو گرفتی می‌خواستم چیکار کنم و من اونجا ول کرد و سوء تفاهم عجیب غریبی بود. شاید باور نشه من ریده بودم تو خودم. یعنی مثلا اون یورو اومد یقه منو گرفت گفت الان من تحویل پلیس میدن. چه اتفاقی میفته؟ این دوربین رو نداریم ولی این دوتا رو داریم و 1 ساعت و نیم دیگه این دفعه فکر کنیم طولانی تر شد. حالا نمیدونم کاتو ایناش بخوری چقدر در بیاد ولی خب دیگه بچه به اون نگاه می‌کنه. به این نگاه کن چه فرقی داره. به این من تو اصلا تو اون نیستی. آه خدایا. درست میشه. و دیگه من عادت دارم به همه دوربین نگاه میکنم ولی متاسفانه اون قطع شد و دیگه 1 ساعت و 32 دقیقه الان دیگه تایمر زدیم داریم نگاه میکنیم واسهتون گرفتیم و طولانی ترین شد. احتمالاً حالا خیلی کمتر بشه. خیلی کمتر بشه ولی بازم میکنم طولانی ترین میشه حتی با کاتش چون دیگه تا حالا نشد دوربین ما پر بشه و امیدوارم که لذت برده باشین. فعلا که دیگه خاطره دیگه از مدرسه نداریم حقیقتش. مگه یادمون بیاد دوباره یه پارت دیگه بریم. پارت بعدی باز یه دعوای دیگه شاید اتفاق بیفته. یه مینی گیم قشنگی داریم. مینی گیم از این بعد تو پادکست دیگه میخواد بیاد. آره اولا فقط می‌خواستیم خاطره و اینا باشه ولی خب حرفامون زیاد بود. الان میتونیم حرفا رو کمتر کنیم، بخش بندی‌ها رو زیادتر کنیم و جوری باشه که دیگه همه لذت کافی رو ببرن. همین چیزی داریم بگیم؟ نه لایک سابسکرایب ویدیومون هم به همه نشون بدین. بای بای. خداحافظ.